دستتو کردی تو ما به وسایلم به کی؟ تو مغز اینا ریدن. سلام عشقای عمو رحمت، اومدیم کلی با هم دیگه بخندیم. اگه روحیه لطیفی داری که اینجا اصلا برات مناسب نیست، اگرم داری کنار خانواده میبینی بلند شو برو توی اتاقت که من شرمندت نشم. بریم برای قسمت اول رحمت شو. داخل فوتبال هست رو پای میزنم، من میتونم با توپ نامرئی رو پای بزنم. با توپ نامرئی خیلی سخته. چند تا وقت میزنین؟ بله من تقریبا رکوردم 83 تا تونستم بزنم. اصلا نمیافته؟ توپ نمیافته یعنی؟ نه به شدت حرفه‌ای تمرین کردم. شما میتونی الان انجام بدید این کارو؟ بله الان میتونم انجام بدم. بله بفرمایید. آماده انجام بدم؟ بله این خود توپ نیست یه موقع؟ ببینم دقیقاً. بیاین جلو. دستم الان این توپ. اسکل خود نامرئیه، چیو میخوای ببینی؟ این توپ نیست. خب درست متوجه شدم. خب این توپ نیست؟ لامصب چی دیدی که ما نمیبینیم؟ نامرئیه بله. آفرین. ببینید به این شکل. بله. الان این با کجاش ضربه زد؟ مگه نگفت روپایی؟ خیلی خوبه. شما عزیز شما آموزشگاه رفتین؟ آموزشگاه؟ اما جون خودت تو مغز اینا ریدن. بعد انتشار این کلیپ خبر دادن استعدادیابای بارسلونا دنبالش بودن به عنوان جانشین یامال که باهاش قرارداد ببندن، اما کیا جان گفته فقط قرارداد نامرئی. نکته‌ای که شاید ذهن شما رم درگیر خودش کرده اینه که با توپ نامرئی فقط 83 تا حاجی ناموسن خودم برات 600,000 تا میزنم. بله هموطن، ما با آقا کیا شدیم 80 میلیون نفر. احبك واستحم لهلك ورد حي وعاجبني على خدودك ورد حي احبك واستحم لهلك. والا ما ماساژ تایلندی رو شنیده بودیم، ولی این یه سبک جدیده به اسم ماساژ گایلندی. توی این ماساژ به جای هپی اندینگ قطعاً صد اندینگ داری. بعد از ماساژ خودت رود میشه این آقا ترتیبتو نده، خودت ناخودآگاه میکشه پایین میگی بفرم. توی کپشن نوشته میخوای یه ماساژ متفاوت تجربه کنی بنویس متفاوت. این خودش غیر مستقیم داره هشدار میده. حالا هر کی میخواد خودش تنش میخوره. فقط عمو بگو لوکیشن کجاست ما اونورا پیدامون نشه. جلوتر دوباره با ایشون کار داریم، منتظر باشید. جدیدن اینستاگرام رو با جشنواره فجر و اسکار اشتباه گرفتن و شاهد فیلم و سریالای سمی زیادی بودیم. باید بگم که دیگه از دست عمو رحمت فراستی راحت نمیگذارید. بریم یکیشونو ببینیم. آقا مستقیم میری؟ سلام. بله بفرمایید. سلام. چیه خانم دست با چیزی شده؟ هیچی بابا، تو خونه مشکل دارم. تاکسی گرفتی یا تراپیست؟ اصلا خسته شدم، نه توجهی میکنه بهم نه درکی داره هیچی. کی؟ شوهره؟ آره بابا همون شوهر الدنگه. مگه چیزی برات کم میذاره؟ نه بابا همه چی اوکیه، فقط برام وقت نمیذاره، خب مریضی اسکل. توجه نمیکنه. اینجور مردا به درد تو نمیخورن. حق با تو. حالا بریم یه آب میوه بزنی؟ باشه بریم. حداقل یکم ناز میکرد. ببین تو این شهر گرگ زیاد، برش هم تویی که باید حواست به گرگ این شهر باشه. فکر میکردم از جهنم در اومدم، اما این از جهنم هم بدتر. گرگ
ازگل تو نهایت بتونی پاتریک تو باب سنجی باشی. خیلی تلاش کنی و با ناداوری شاید بشی پاندای کویفکار. بعد این زیپو اشتباه باز نکرد، میخواست بهش شیر بده. و دخترم تو باید جایی فرار کنی که راه آزاد باشه. تو داری میری تو بنبست، خودت هم بدت نیومده ها. قرار نبود منتظرت بمونم، قرار نبود بری و بر نگردی، قرار نبود که تو بیای به اینستا. عذاب بلش که حاجی یه تنه ریدی به هرچی خاطره با این آهنگ داشتیم. آخه با این قیافه و سیبیل تو الان باید پای بساط شیره باشی. مسلمون این کارا چیه؟ به نظرم همه گوشی ها رو بذارید کنار، فوراً برید اینستا پدر مادراتون رو حذف کنید. واقعا داره خطرناک میشه. انرژیاتون نیفته عشقای عمو، بریم برای بخش بعد. آمریکا تسلیت. آقای زهران ممدانی اولین شهردار مسلمان نیویورک شد. حالا شاید بگید چرا تسلیت؟ اینکه چیز بدی نیست. شعار انتخاباتی ایشون میدونی چی بوده؟ اتوبوس را مجانی میکنیم. آخرین باری که یکی با وعده های مجانی و مجایی اصلا اتفاقات جالبی نیفتاد. خدایا خودت مردم آمریکا رو از شر زهرانا حفظ بفرما. داداشا و برنامه کنای عزیز، دیگه در امان نیستی. هفته گذشته یه خانومی که عادت داشته جلوی پنجره واسه و حواسش به محله باشه، یه باند سرقت و مواد مخدر رو لو میده. یعنی تو اون محله اگه پلیس دوربین کار میذاشت امکان اینکه بگیرتشون کمتر بود تا اینکه این خانوم ببینتشون. اصلا به پلیس پیشنهاد میدم جای اینکه هر سال کلی نیرو جذب کنن، با همین پیرزنای هر محل قرارداد ببندن، 100 به 90 کلی از آمار جرم خلاف کم میشه. دخترای وطنم تبریک. بلاگر معروف فرید کنزو ازدواج کرد. الان میگین خب به کی ربط داره که این ازدواج کرد؟ ربط داره. توی مصاحبه‌ای که ایشون داشتن گفته بودن که این خانم دوست همکارشونه، حتی ازشون سفته هم داره. خواستم بگم که ناامید نشین، داداشیاتون ممکنه بالاخره یه روزی گردن بگیرن و بیان خواستگاریتون. تا این لایک و ساب عمو رو مهمون میکنی، بریم برای بخش بعد. عمو یه عکس دیدم پشمام ریخت، شما هم ببینید. این تو دلت هم حرف بزنی میشنوه، حتی توی جمعی باشه ممکنه بقیه چیزی نشنون، ایز بس این همه رو میشنوه. تازه یکم به چرخونش ترکیه هم میگیره. بعد این بخواد گوششو تمیز کنه، گوش با که جواب نیست، باید قاشق استفاده کنه. بعد این چیزی که خیلی ذهنمو درگیر کرده این بود که این بخواد ایرپاد بذاره چیکار میکنه؟ یه JBL تو گوشش جا میشه. حاجی واقعا تاثیرگذار بود. یه کلمه گفتی ولی اندازه 4 صفحه نصیحتمون کردی. ولی اگه حرفاش درست باشه بدبختی ما، بدبخت. اصلا شاید همین یه لحظه مسیر زندگی خیلیاتون عوض کنه. همین فردا میدم اینو با آب طلا بنویسن، میزنم همین پشت سرم که شما هم ببینید. توضیح در مورد این اتهامی که به شما وارد شده بی زحمت بگید. من شب کارم، وقتی نصف شب از سر کار اومدم دیدم که پشتشو کرده بود به من فکر کردم همسرم هستن. یعنی ایشون هیچ گونه اعتراضی نکردن؟ نه فکر کنم خوششون شو بابا خوشت اومده. خف. با هزینه های الان یه عروسی بشه حداقل 700 میلیون. یکم فکر کنی شاید حق داشته. حتی اگه راضی هم نبوده این باید کارشو میکرده. بعد داداش تو تفاوت احساس نکردی؟ ایشون از اوناست که معتقد داغ باشه اصلا روده گاو باشه، فرقی نداره که. ببین همه چی درست به نظر میاد ولی هرچی فکر میکنم انگار یه چیزی سر جاش نیست و برعکس. من که نفهمیدم، تو فهمیدی تو کامنت ها برام بنویس. این برگه های منو کجا گذاشتی؟ گمشون کردم، از خودت بگو. یعنی چی گمشون کردم؟
دستتو کردی تو ما. به وسایلم دیگه چیکار داری؟ نخندین، این جوک نبود، نخندین. خب بذار از خودم میگم. حاجی زر میزنن تور کویر کثافت کاری داره. من یه بار رفتم خیلی هم تمیز بود، همش بوی وایتکس میدم. پدر مادرای عزیز، اگه بچه‌تون داریوش گوش میده، به جای اینکه بگی به به چه سلیقه‌ای، برو اتاقشو بگیر تریاکا رو پیدا. اما اینو گوش کن، این خیلی باله. یه روز یه خیاطا مترشو گم میکنه، نمیتونسته دوری کمر مشتریشو اندازه بگیره، خطکشو میکنه تو داشت مومیت شاهده میکنه. خب رسیدیم به بخش جذاب برنامه، کامنت خونی. گفته بودم که بعداً دوباره باش کار دارم، بریم کامنتاشو بخونیم. اماد نوشته داداش یه وقت میخواستم، فقط شماره کارتمو کجا بفرستم که هزینه‌شو پرداخت کنی؟ باحال بود. ایسا نوشته گرم کردن حریف قبل کار. اسمش سخته، نوشته لوکیشن اعماق قزوین. محمد نوشته سلام، قبل ماساژ میکنی یا بعدش؟ TH نوشته نسخه بدون سانسورش کجا میتونم دانلود کنم؟ اینم باحال. دیوید نوشته خارج از زندانم ماساژ میدی؟ سجاد براش نوشته دندوناتم دیگه دارن ازت فاصله میگیرن. محمد گفته خوش به حالت، هیچ چیلای دندونات گیر نمیکنه. راست گفته. محمود نوشته کونه مرغ موقع تخم گذاشتن. سوگنجان گفته خدایا کم خلق کن ولی با کیفیت خلق کن. و اما کامنت برتر تعلق داره به فرزاد. خدایی خیلی شبیه. عشقای عمو مرسی که تا آخر برنامه نگاه کردی. لایک و سابسکرایب یادت نره. بریم که برای هفته بعد پرقدرت‌تر برگردیم. خداحافظ.